رادیوتراپی سلاحی بسیار مهم در زرادخانه ما در کنار روش‌هایی مانند جراحی، شیمی درمانی و ایمونوتراپی است. با استفاده از پرتوهای پر انرژی و بسیار دقیق می توانیم برنامه‌ای را برای درمان تنظیم کنیم که یک دوز کشنده را به تومور سرطان برساند و در عین حال از دادن دوز اضافی به بافت‌های سالم و طبیعی جلوگیری کند. ما از پژوهش‌هایی مانند کارآزمایی‌های بالینی برای بهینه‌سازی روش ارائه درمان استفاده می‌کنیم. شاید با تغییر دوز کلی یا بازه زمانی که درمان در آن انجام می‌شود. مثلا پژوهش‌های قبلی زمان لازم برای رادیوتراپی پروستات را از 7 هفته به 2 هفته کاهش دادند و پژوهش‌های جدید در حال بررسی کاهش بیشتر آن به تنها 1 یا 2 جلسه درمان هستند. پژوهش‌های دیگر ممکن است به بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت رادیوتراپی بپردازند یا به استفاده از این درمان در کنار روش‌های دیگر برای افزایش اثربخشی آن توجه کنند. داده‌های جمع‌آوری شده برای این مطالعات ممکن است باعث شود که از بیماران خواسته شود تا فعالیت‌های اضافی خاصی را انجام دهند. مثلا پرسشنامه پر کنند یا آزمایش خون بدهند. همه اینها داده‌های حیاتی را برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش فراهم می‌کنند. مثل همیشه موفقیت این مطالعات به شدت به جذب هرچه بیشتر آن دسته از بیماران بستگی دارد که مایل به مشارکت باشند. بنابراین اگر به شرکت در پژوهش‌ها علاقه دارید، لطفاً از تیم درمانی خود بپرسید که آیا مطالعه‌ای برای بیماری شما در دسترس است. خیالتان راحت باشد که اگر شرایط تغییر کرد، می توانید هر لحظه که اراده کنید از پژوهش خارج شوید. در مجموع، هدف اصلی کارآزمایی‌های بالینی و مطالعاتی که در سراسر کشور در زمینه رادیوتراپی انجام می‌شود، بهبود تحمل‌پذیری درمان و نتایج سرطان برای خود شما و نیز برای بیماران آینده است. از حمایت شما صمیمانه سپاسگزاریم.